صدای ما زن‌ها در رابطه جنسی شهوانی در افزایش کیفیت رابطه زناشویی تأثیر بسزایی داره. بسیاری از ما زن‌ها در رابطه با امور جنسی سعی می‌کنیم تا از قانون آرام و سریع استفاده کنیم. در درجه اول باید آروم باشیم تا به همون اندازه سکس لذت بخش امکان پذیر باشه. اما در هر صورت آه و ناله هنگام سکس شهوانی میتونه لذت اون رو دوچندان کنه. شاید این موضوع به دوران کودکی ما برمیگرده، زمانی که بعضی اوقات از چیزهایی لذت میبردیم و اون رو به صورت سری نهفته درون خود نگه میداشتیم. حقیقت اینه که اگه در طول رابطه جنسی صحبت‌هایی انجام بشه، برای عشق ورزیدن کارهای سحرآمیزی رو انجام میدیم. ما حتی اگه قبل از اینکه عشق آتشین درون ما شعله‌ور بشه، شروع به نجواها و آواهایی میکنیم و در اون موقع میتونیم لذت بین خود و شریکمون رو افزایش بدیم که در این ویدیو از زنیکس تیوی به توضیح انواع صدای سکسی و شهوانی خواهم پرداخت. قبل از شروع به این نکته اشاره میکنم که اگه به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدین، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنین. آیا قبل از خوردن غذاهای عجیب و غریب تا به حال صداهای جالبی رو ایجاد کردین؟ آیا زمانی که مورد شگفت‌انگیزی دیدین از خوشحالی فریاد زدین؟ آیا صحبت‌های مقدماتی موجب لذت شما میشن؟ تصور کنید که صدای زن در رابطه زناشویی همانند پیشغذای دلپذیریه. صدای زن در حین سکس بهترین چیزیه که یک مرد از اون لذت میبره. لذتی که گاهن از تمام مراحل دخول بهتره. لذت بردن از صدا بدن ما رو بیدار و با تراوت میکنه و در واقع میتونه تجربه تحریک کننده سرشار از عشق رو در وجودمون مهیا کنه. آه و ناله هنگام رابطه جنسی تکنیکیه که خانم‌های باهوش برای تحریک بیشتر جنسی همسرشون استفاده میکنن و اونا رو تشویق میکنن تا شدت بیشتری به انجام رابطه جنسی مبادرت کنن. در رابطه جنسی چطور آه و ناله کنیم؟ اصولاً هر گونه آه و ناله هنگام رابطه جنسی که میخواین ایجاد کنین بستگی به شما داره. برخی از زنها در حالت سکوت به اوج لذت جنسی خودشون میرسن و برخی دیگه آه و فریاد سر میدن. برخی زنها ممکنه دستورالعمل‌هایی رو صادر کنن و اجازه میدن به همسرشون تا بفهمه از چه چیزی احساس لذت و خوشایندی میکنه، تا بدین وسیله بتونن ارتباط برقرار کنن و یاد بگیرن که چجوری به همدیگه عشق داشته باشن. برخی از افراد این اطمینان رو با ملایمت به شریک زندگیشون میدن تا بدونن که به هر دلیلی در اون موقع قادر به انجام ارگاسم نیستن. هیچ صدای خاص و یا دلیلی برای انجام رابطه جنسی وجود نداره، بلکه باید به طور کامل و ذاتی این امکان پدید بیاد که با اون احساس لذت و راحتی رو ایجاد کردیم. برخی از زنها هنگام آواز سر دادن احساس خجالت میکنن که البته امری عادی و مفیده. اگه احساس میکنید که میتونید صدایی ایجاد کنید، فقط اجازه بدید احساسات شما رو لمس کنن. این بدان معناست که اگه آه و ناله هنگام رابطه و یا سکوت کنید، در هر صورت اختیار با شماست و هیچ اجباری در کار نیست. اما از سر خجالت و شرمندگی خودتون رو محدود نکنید و یادتون باشه مردها از صدای سکسی شما خوششون میاد. شاید بعضی ها بگن که زنها ظرف کمتر از 50 دقیقه به اوج لذت جنسی نمیرسن. هر پسر یا دختری ممکنه بگه شما باید مثل فیلم های پورن عمل کنین و مثل هنرپیشه ها باشین، ولی هرگز به خودش این اجازه رو نمیده، چون شما شخصی واقعی هستین. برخی از خانم ها این عمل رو دوست دارن. هر فردی بنا به سلیقه خودش در امور روابط جنسی باید چگونگی احساس راحتی این کار رو داشته باشه.
حالت سکوت و جیغ و آه همه پسندیده هستند، به شرطی که طرف مقابل هم از این کارها احساس لذت و شهوت کنه. اگه شما کنجکاوید تا بدونید که مردم در طول رابطه جنسی چجورین، طبق این نظرسنجی بر اساس صوت و نجواهایی که مردم سر میدن بررسی هایی به عمل اومده. آه و ناله از بهترین صداهای زن در رابطه زناشویی. در حالی که 90% مردا دوست دارن که شریک زندگیشون در هنگام اورگاسم سر و صدا کنه، 77% از زنها هم همین نظر رو دارن. پس همونطور که میبینین آه و ناله هنگام رابطه جنسی یه اتفاق معموله و کسی قرار نیست شما رو برای این کارتون سرزنش کنه. صحبت‌های شهوانی در حین رابطه جنسی بسیار مؤثره، بسیار زیاد. خارج از صدای زن در رابطه زناشویی، صحبت‌های شهوانی و تحریک کننده در هر دو جنس تا حدودی محبوب هستند. در واقع 76.8% از مردا از این نوع صحبت‌ها لذت میبرند و 73.5% از زنها موافق این امر هستند. اگرچه ممکنه ناخوشایند به نظر برسه، اما راه‌های زیادی برای صحبت‌های شهوانی و تحریک کننده بدون احساس ناراحتی وجود داره. اگه این گونه حرف‌ها رو دوست ندارید، نگران اون نباشید. صدای نفس عمیق زن‌ها در رابطه جنسی. تنفس عمیق و پی در پی به نظر میرسه مانند قاتلیه که میخواد شما را از معرکه نجات بده. اما مطمئن باشید که حس سکسی بودن رو بیشتر میرسونه تا وحشت، در حالی که بیشتر مردان گفتند که این حالات رو دوست دارن و کمتر از نیمی در این مورد خیلی متفاوت هستند. شاید در بیشتر مواقع این حالت روش مناسب برای افزایش میل جنسی نباشه، اما مسلماً در حین رابطه طوفان به پا میکنه و مردها اون رو در دسته صدای سکسی میدونن. جیغ زدن از محبوب ترین صداهای زن در رابطه جنسیه. ظاهراً برای مردا فریاد کشیدن زن در رخت خواب ممکنه ایجاد وقفه‌ای کنه، در حالی که تنها 30% از اونا گفتن که این کار تحریک کننده است، چون معمولاً ایجاد وحشت میکنه و میترسن کسی صدای شما رو بشنوه. فحش دادن ممنوع. به هیچ وجه فحش مانند صحبت‌های شهوانی نیست، بلکه فحش دادن روش مطلوب تری به نظر میرسه. این در حالیه که تقریباً 3/4 از مردان به صحبت‌های شهوانی علاقه بیشتری نشون میدن تا ناسزاگویی. تنها 6% از مردا و 2% از زنها به فحش دادن مایلن و اون رو به آه و ناله هنگام رابطه جنسی ترجیح میدن. صدای جیک جیک مانند. شاید کمی تصورش سخت باشه. صدای زن در رابطه زناشویی در هنگام ارتباط جنسی امری عادی و مهم به شمار میاد. این هم از دسته آه و ناله هنگام رابطه جنسیه که بسیار زیاد هم تحریک کننده است اگه با پوشش لباسی مناسب هم همراه باشه. سکوت و باز هم سکوت. خب در این مورد دیگه خبری از صدای زن در رابطه جنسی نیست. در حال حاضر سکوت یه رفتار ناخوشایندی در هنگام روابط زناشویی به شمار میاد. ولی 8% از زنها میگن که در طول رابطه جنسی دوست دارن تا کاملا آروم باشن. 3% از مردان موافق هستن و علاقه‌ای به صدای زن در رابطه زناشویی ندارن که درصد بسیار کمیه. بنابراین ممکنه مورد علاقه هر کسی نباشه، ولی به این مفهوم نیست که نمیتونه به شما عشق بورزه. به طور کلی عشق شدید همراه با سکوت بسیار عالیه. سکوت شما باعث میشه مردتون توجه بیشتری به جنبه‌های دیداری داشته باشه، یعنی بیشتر از دیدن شما لذت میبره تا شنیدن صدای سکسی در حین رابطه جنسیتون.